قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز پذیرفته نشه بقیه چیزا پذیرفته نیست، پذیرفته بشه بقیه چیزا رو بهش بره. پس که شما مثلا فرض کنید الان یه کشور خارجی بخواید برید، حتی حج، عراق، یه کشوری بخواید برید، هر کشوری، فرودگاه گذرنامه از شما میخواد. شما 100 تا کارت، کارت بنیاد شهید دارم داشته باش، کارت دانشگاه دارم داشته باش، شناسنامه، کارت ملی. آقا اینا به درد اون مأمور فرودگاه نمیخوره. گذرنامه تو بده، بله ممکنه کارت استاد دانشگاهی به درد بخوره، اونجا تخفیف بلیت بده، اما 100 تا کارت که ردیف کنی جا گذرنامه رو نمیگیره. نماز گذرنامه است. اگر تو پرونده نباشه به بقیه اعمال شما نگاه نمیکنن. جوونا نگاه نمیکنن. اما روزهامو گرفتم نماز نخوندم، قبول نگاه. مثل که کارت استادی دادم گذرنامه ندارم. ویزاست.